کراتین چقدر حرف دربارش هست و یه ادعای خیلی زیادی که دربارش میشه. آقا من کراتین بخورم کچل نشم. سلام، من اشکانم. اینجا هم کانال یوتیوب ترین وید اش. ممکنه من از اینستاگرام با انقدر دارچین بشناسید. اینجا یه کوچولو راجع به چیزای متفاوت حرف میزنیم، هم در مورد مکمل‌های مختلف و رژیم‌های غذایی مختلف، هم برنامه تمرین میذارم. خوشحال میشم اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین تا مطالب اینجا رو از دست ندین. اما بریم سراغ بحث امروزمون، کراتین و کچل شدن. اول بزنین راجع به چیزایی که در مورد کراتین میدونیم صحبت کنیم. بهبود عمل کرد، چه توی تمرین، چه توی مطالعات جدید میگن توی دوزهای 10 گرم به بالا بهبود عمل کرده مغز، بهبود ریکاوری، افزایش قدرت، میتونه به صورت غیر مستقیم توی عضله‌سازی کمک بکنه و کراتین یکی از بهترین مکمل‌هاییه که نشون داده شده برای افرادی که مشکل کلیوی هم ندارن مکمل سالمیه و میتونه مصرف بشه. و اینم بگم داریم در مورد کراتین مونوهیدرات صحبت می‌کنیم، بقیه انواع کراتین رو کاری باهاش ندارم. اما بریم سراغ داستان کراتین ریزش مو که مربوط میشه به یه مطالعه‌ای که سال 2009 روی ورزشکاران راگبی انجام شد. این مطالعه دو تا گروه داشت، یه دوره 7 روزه داشت و در ادامهش دوره 14 روزه مینتیننس داشت. توی اون دوره 7 روزه به گروه اول 25 گرم کراتین و 25 گرم گلوکوز میدادن، به گروه دوم 50 گرم گلوکوز. توی 14 روز بعدی 5 گرم کراتین، 25 گرم گلوکوز به گروه اول و 30 گرم گلوکوز به گروه دوم. توی این مطالعه تستوسترون افزایشی نداشت، ولی DHT دیهیدروتستوسترون که در ادامه بهتون میگم چیه، توی 7 روز 56% افزایش داشت و بعد هم توی 14 روز 40% بالای بیسلاین مون و تناسب DHT به تستوسترون هم توی 7 روز 36% افزایش پیدا کرد و توی اون 14 روز بعدی هم 22% بالاتر بود. ولی حالا این DHT اصلا چی هست؟ DHT به طور خلاصه یکی از متابولیت‌های تستوسترونه. یه آنزیمی داریم به اسم 5 آلفا ریداکتس که میاد تستوسترون رو تبدیل میکنه به DHT. حالا مشکل با DHT کجاست؟ میتونه با توجه به اینتراکشنش با فولیکول‌های مو اونا رو ضعیف بکنه، رشدمون رو متوقف بکنه، در نهایت باعث ریزش مو بشه. ولی توی این مطالعه فقط اومدن گفتن DHT رفته بالا، حتی تستوسترون آزاد هم نشون ندادن که چه اتفاقی براش افتاده. ما نمیتونیم بگیم چون DHT رفت بالا. خب DHT هم که باعث این میشه، پس کراتین خوردن باعث ریزش مو میشه. آفرین. خب نمیشه اینجوری، یعنی علم این شکلی کار نمیکنه. ولی یه مطالعه اومدن انجام دادن، آقای یاسین لک و گروهشون. اینا چیکار کردن؟ اومدن مستقیما جواب این سوال ما رو دادن. داستان چجوری بوده؟ 5 گرم کراتین به یک گروه میدادن، 5 گرم مالتودکسترین به اون یکی گروه و مطالعه هم اینجوری بوده که گروه ها و پژوهشگرا نمیدونستن دارن کراتین رو میگیرن یا مالتودکسترین. مطالعه 12 هفته بوده و هر دو گروه هم ورزش مقاومتی میکردن. در نهایت اومدن DHT، فری تستوسترون، تستوسترون آزاد و تستوسترون و همچنین مستقیما فولیکول های مو رو مورد آزمایش قرار دادن. نتیجه چی شد؟ بعد 12 هفته هیچ تفاوتی تو ضخامت و افزایش یا کاهش حجم و تعداد فولیکول های مو مشاهده نشد. DHT هم ثابت موند. تستوسترون کل توی هر دو تا گروه بالا رفت که احتمالاً ربطی به مصرف کراتین میتونه نداشته باشه. فری تستوسترون هم کم شد که میگم این تغییرات توی دو تا گروه بوده و ربطی به مصرف کراتین احتمالاً نداشت. یه دونه مطالعه اومدن انجام دادن، نتیجه ها رو دادن، گفتن آقا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ ربطی به ریزش مو نداره، مستقیما روی این موضوع مطرح شد. بنابراین اگه مشکلتون برای مصرف کراتین فقط ریزش مو، با توجه به این مطالعه‌ای که الان در حال حاضر در دسترسمون هست، بدونید که میتونین کراتین رو راحت مصرف بکنین. هم به نسبت بقیه مکمل‌ها ارزونه، هم خیلی خوب و تاثیرگذاره و امنه، میتونین راحت مصرفش کنین. اما اگر مشکل کلیوی دارین یا شرایط خاصی دارین، حتما قبلش با پزشک مشورت بکنین. این ویدیو صرفا داره بهتون میگه کراتین برای ریزش مو مشکلی ایجاد نمیکنه. ممکنه شرایط شما برای مصرف مکمل جوری باشه که بهتر باشه با پزشک یا متخصصی که زیر نظرشین مشورت بکنین. این ویدیو اصلا تبلیغی برای مصرف کراتین نیست. خوب تمرین کنین، خوب غذا بخورین، مکملاتون رو زیر نظر متخصص مصرف بکنین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی.